از این سنگ‌هایی که ریزش کرده و ورودی رو مسدود کرده. حالا یه دونه جاساز اینجا باز شده. زمانی که من بهتون میگم تست صدا داخل غارها الزامی به خاطر همینه. بریم جاساز رو بهتون نشون بدم. اینجا رو ببینید. جاسازی که باز شده. ارتفاع حدوداً 4 متر است. ما نیاز داریم که بریم به قسمت بالا و قسمت داخلی رو با هم دیگه ببینیم. ساختار رو اگر دقت کنید ببینید حالت مراتی هستش و اون قسمت ببینید در اصل گوشه‌ای که تونستن به قسمت داخلی نفوذ پیدا کنن این قسمته. اینجاش یه مقدار حالت سنگی و طبیعی هستش، اما قسمت اصلی که میشه این گوشه ببینید به این صورت هست. به یک نردبان نیاز داریم. با هم دیگه درستش کنیم. دونه 3 متر و نیم ارتفاع این چوبای ما هستن. و همراهان عزیزم نردبان رو درست کردیم و میریم به قسمت داخلی. ببینید یکی از بچهای تیم در قسمت داخلی جاساز هست. بذارید بنده هم برم و قسمت داخلی رو بهتون نشون بدم بچه‌های عزیز. این قسمت داخلی جاساز با هم دیگه ببینیم. بذار گوشی رو اینجا بذارم. همونطور که میبینید یه سفال اینجا هست بچه‌های عزیز. تکه سفال احتمالاً مربوط میشه به کوزه هایی که تخلیه شده. من بارها تأکید کردم در دل اشکاف‌ها و غارها از تست صدا استفاده کنید. اینجا ما ارتفاعمون 4 متر هست. از نردبون استفاده کردیم و اومدیم در قسمت بالایی قرار گرفتیم و دقیقاً در جایی هستیم که محل دفینه گذاری بوده. سفال‌های شکسته گویای همه چی هستش. باز هم تأکید میکنم اگر شما اومدید در یک فضا که جاساز بود و اطمینان داشتید مجددا دیوارها رو چک کنید. احتمال اینکه دوباره در داخل جاساز یک جاساز دیگه قرار گرفته باشه این احتمال به شدت بالاست. جاهایی که اینجوری حالت مربعی شکل هستن حتما باید تست صدا گرفته بشه. خود غار کار دست نیست، غار رسوبی دوستان هست، اما ازش استفاده شده برای دفینه گذاری. احتمالاً دفینه همونطور که خدمتتون عرض کردم دفینه شخص عادی نیست و جزء دفینه‌های بزرگ و میتونه حتی دفینه شاهی بوده باشه. این هم قسمت کامل جاساز. پیروز و سلامت باشید.